الان رو نبینید دلار که گرون میشه، یه ساعت بعد ماشینم گرون میشه. یه زمانی تو ایران برعکسش اتفاق میافتاد. در کتاب پیکان سرنوشت ما، احمد خیامی مؤسس ایران ناسیونال یا همون ایران خودروی فعلی مینویسه در سال 46 ارزش پوند انگلیس یهو ریخت و چون بیشتر قطعات پیکان از انگلستان میومد، هزینه‌های ایران ناسیونال 25% کم شد. ما خیلی راحت میتونستیم این سود بادآورده رو بذاریم جیبمون و کسی هم اعتراض نمیکرد. اما این انصاف نبود. برای همین گفتیم هر کی حواله پیکان خریده بیاد و 580 تومن پول نقد پس بگیره. ناگفته نماند در دورانی که برادران خیامی تنها خودروسازان ایران بودند و هیچ رقیبی نداشتند، به مدت 7 سال حتی 1 ریال هم به قیمت پیکان اضافه نکردند و تمام این انصاف از مرام دو برادری می اومد که روزی از شدت فقر ماشین های مردم رو می شستند. اگه ما رو دنبال نمی کنی این ناگفته ها همینجا برات تموم میشه، اما اگه دنبال می کنی بهت تبریک میگم، تو جزو کسایی میشی که حقیقت های سانسور شده رو میفهمن.